خب بچه سر سیم رو گذاشتیم. بارها گفتم سر سیم یه سمت باید بیاد. این نباشه که یه دونه سر سیمت از این سمت بیاد، یه دونه از پشت، یه دونه از رو. نه، همه از یه سمت. الان تعداد دوری که میخواستیم تموم شد. میام رو بوبین بغل. این بوبینم تموم شد. میام رو بغلیه. اینم تموم شد. یه فاصله یه حدوداً 4-5 سانتی میذاریم. حالا بعد رو موتور بهتون میگم چرا. و کلاف بغل میپیچیم. همینجور به ترتیب میریم. ببین از بزرگ اومد تو کوچیک، از کوچیک دوباره میاد تو کوچیکه، میاد تو بزرگ، همینجوری به ترتیب. خب کلاف بزرگه ببینید حدوداً 4-5 سانت سر سیممو اضافه میذارم و حالا بزرگ شروع میکنم. خب بچه تموم شد. اگر درست پیچیده باشید یه دونه سر بزرگ دارم 1/9 دارم و یه سر بزرگ 1/9 هم اینجا دارم. میریم تا انشالله اینا رو بریزیم جا.